درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار هشتم. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. جوهری زرگری بخارایی، معاصری اسیرالدین است. از دولت شاهی. در صفتی باده. چون صبح برکشد علمی ساده پرنیان، باید کشید رایت اشرت بر آسمان. زان پیش کافتاب سر از کوه برزند، باید می به بوی گل و رنگ ارغوان. آن باده‌ای به نور مه و عکس آفتاب، کز آفتاب و ماه دهد روز و شب نشان. معیار عقل و داروی خواب و فروغ روی، درمان درد و قوت شخص و غذای جان. اصلی سخا و غیرتی مردی و ذاتی حسن، عینی تواضع و سری لطف و تنی بیان. هضم طعام و نفی غم و مایه نشاط، قوت دل و توان تنی زار و ناتوان. دارد بگاه آن کی کنی رنگش آزمون، باشد به بوی آن کی کنی بویش امتحان. لونی عقیق و گونه‌ای یاقوت و رنگ لعل، بوی عبیر و نکهتی مشک و نسیمی جان. در فعل او نهاده گهی تربیت فلک، در طبع او سرشته گهی تقویت زمان. نوری سهیل و تابشی مریخ و فر ماه، آرام کهل و حرمتی پیر و تفی جوان. گردد ز فعل او تنی بی زور زورمند،
باشد ز طبع او دلی غمناک شادمان. چون آبی ناردان بود اندر قدح اگر، آمیخته به مشک بود آبی ناردان. آن را که سودها به زیان آورد فلک، چون زو بخورد سود شمارد همه زیان. روی چو زعفران شود از وی معصفری، عصفور گلی کاچیره. معصفر چیزی است که او را به گلی کاچیره رنگ کردند. غیاث. وز خرمی نشاط دل آرد چو زعفران، در باغ و بوستان ز تماشا نیافت بهر. بی می هر آن که رفت سوی باغ و بوستان. بر گلشنی مراد بود باده تازه گل، بر کشتی مراد بود باده بادبان. روحی است بی کثافت و شمسی است بی کسوف، نوری است بی تغیر و ناری است بی دخان. می خواه و می گسار و به می شاد باش، از آنک ما را خدای وعده به می کرد در جنان. می بر حرام زاده حرام است کو به عمد آزاری میهمان طلبد رنج میزبان. می بر حلال زاده نباشد حرام، از آنک زو شاد میزبان بود آسوده میهمان. در ده شرابی ناب که باشد حرام خواب، چون تیغ آفتاب زند چرخ درفشان. تا جوهری زرگر جامی شرابی پور، نوشد به یاد مجلسی بزم خدایگان. قصیده. به جستجوی برادر فطرت به دست درآمد. ای تندی بدخو ساربان، تندی مکن با کاروان. منزل بدین دوری مکن، اشتر بدین تیزی مران. کز بانگ خلخالی جرس، بر من جهان شد چون قفس. شد بسته در نفسم نفس، شد خسته در جسمم روان. هودج فرو گیر از هیون. هودج
کجاوه است که در آن زنان سوار شوند. هیون، شتر و اسب. هودج فرو گیر از هیون، تا آید از هودج برون. با قدی چون سیمین ستون، آن لاله روی دلستان. همچون بهار آراسته، چون گلبنی پیراسته. رخ چون مهی ناکاسته، بر همچو خرم بوستان. ساقی تنی او نسترن، بویا بری او یاسمن. یازان قدی او نارون، رنگین لبی او ناردان. سیمین بری کوچک دهن، پروین رخی سیمین زغن. سنگین دلی سیمین تن، نوشین لبی شیرین دهان. چون کرد چرخی نیلگون، او را ز دستی من برون. گردی جهان گردم کنون، در جستجوی آن جهان. پیش آمدم ربعی دمن، ربع خانه و منزل، دمن مزبله و اخلابگاه. پیش آمدم ربعی دمن، بوده حریفان را وطن. از سیرتی هر مرد و زن، برده تو گویی امنی جان. وادی شده گلزاری او، گل رفته مانده خاری او. بام و در و دیواری او، گشته شیاطین را مکان. از شوره کرده پرنمک، بوم و برش جوری فلک. بس خاره کرده پرخسک، بام و درش دوری زمان. گشته دیاری او چمن، ساکین در او زاغ و زغن. جسته در او کرگس وطن، کرده در او چغد آشیان. در مجلسی او گونه گون، تنبور و نای و ارغنون. در گلشنی کز حد برون، سوسن بودی و ارغوان. اکنون در او غولی دنس، دنس چرکین. هر شب دهد بانگی جرس، بینی گیاهی خار و خس. بر جای گل در گلستان، جوزا پر از لؤلؤ و کمر. مریخ چون پرخون شمر، ناهی چون سیمین سپر. نوماه چون زرین کمان.
بدری چاچی شاشی تاشکندی. وفاتش سال 745. از شرح قصاید بدری چاچکی غیاث الدین ابن جلال الدین صاحب غیاث اللغات در سنه 1256 هجری به تألیفش شروع کرده در سال 1257 تمام کرده است و در سال 1895 میلادی 1316 هجری بار دوم در هندوستان طبع یافته است انتخاب کرده شد. از قصیده سوم. بر سری چاهی زهره بین آهوی زرنگار را، میل سوی کمان نکرد ترکی سینان گذار را. بر سری طاسی آبگون سوی سرای مشتری، رقص کنان روان نگر ساغری زرنگار را. رومی روز رازی سر رفت کلاهی زر چو شود، سدره نسیجی یک شبه شاهدی زنگ بار را. سدره بازم قبای نیمتنه، نسیج بافته و مراد از نسیجی یک شبه مهتاب است. شرح قصاید. سدره نسیجی یک شبه شاهدی زرنگار را. نقطه زر چون شده بر ورقی سحر رقم، بوکی به دست آورم چون قلمان نگار را. خیز که لاله زار شد سبز جهانی نسترن، رو تو که لاله برفکن سنبولی تابدار را. همچو سفینه جان به لب آمده در محیط غم، این همه هست از توام نیست رجا کنار را. بدر پر از شفق کند این دو ستاره را ز غم، گر تو شکر فشان کنی لعل ستاره بار را. از قصیده ششم. نیزه کشید آتشین رومی زرین نقاب، کرد به یک دم زدن
جیش حبش را خراب. از علمی آفتاب قبه ماه اوفتاد، پرچمی شب را گشاد از سری نیزه شهاب. چون ز خروشی خروس طوطی نو باری چرخ، بیضه زرین کشید باز ز حلق غراب. کبک خرامان من رقص کنان چون عروس، مرغی صراحی به چنگ در ته دامن رباب. از نمی عناب او رسته دو رشته گهر، در خم محراب او خفته دو مستی خراب. گفت چونین زار کرد یک شبه هجری توام، کز دو شبه می چکد بر زر من لعلی ناب. از قصیده 14. این ابروی زرین هلال رمضان است، یا غبغبی سیمین صنمی تنگ دهان است، یا یاره سیم است که در سایدی زنگی است. یاره به یای تحتانی زیوری است که زنان در دست می کنند. یا ماهی سیم است که در نیل روان است. از قصیده 49. بر ورقی لاجورد نقطه زر شد رقم، سوی لبی ما میار جز خط جامی صنم. زاغ سیه تا نهاد بیضه زر از دهان، بلبله را می چکد از سری منقار دم. بلبله هر دو با مضموم، صراحی لوله جمکدار، دم خون، در اینجا کنایه از شراب. بلبله را می چکد از سری منقار دم، جام چو ماهی تمام شد سوی پروین روان. ماهی نوش در قفا هم شفقش در شکم، کف چو برآمد ز جام جام برآمد به کف. داشت چو زرین قفس شیشه پر از قلب یم، نقدی روان ده بها
و زر قلب آر لعل. قلبیم به طریق تعمیه می است، زر قلب به طریق تعمیه رز می شود که تاک است. در اینجا مجازاً انگور مراد است. لعل از رز آوردن، می به دست در آوردن است. تا دل از غم رهد، خاتم او ساز فم. خیز که وقتی سحر غم زده را می دهد. می ز خمستان عشق ساقی بزم قدم. از پسی تشنه دلان طاس فلک برکشید. ساغری زرین خور از دهنی صبح دم. دوش که قوسی هلال چون زهی سیمان نمود. گشت پر از گوی زر جیب قبای ظلم. در عوض تاج لعل داده مه از کهکشان. قطب سیه پوش را جبه زرین علم. از قصیده 51 بجز صبح رومی خندان ندیدم. بجز شام زنگی گریان ندیدم. بجز روز در زیر نیلی عماری. سپید اشتری زرد کوهان ندیدم. مهی چون سپر را نبگذشته ماهی. که در زیر تیرش کمانسان ندیدم. شهی شرق روزی به خود بر نیامد. که در غربش از زنگ پنهان ندیدم. زوایای نوح چرخ را طوف کردم. که آن هیچ یک را به سامان ندیدم. غزل قسمیه. بدو چشم تو که مستان خرابند امروز. بدو زلفی تو که بر ماه نقابند امروز. بدو شاخی شکرین پسته شورانگیزت. که به کام دل ما لعل خوشابند امروز. بدو رخسار که چون تاج خروسند این دم. بدو ابرو که سیه همچو غرابند امروز. بدو زنگی بچه‌ای سیم قبایی جانسوز. که عروسان سرا پرده خوابند امروز. بدو سنبل، بدو نرگس، بدو لاله، بدو لعل. که همه مرهم جانهای خرابند امروز. که من از جام غمت بی خبر و
با خبرم که همه ذاتش عشقی تو کبابند امروز. ба фикри ман намунаи адабиёти тоҷик беҳтарин намунаи сайри тараққии адабии тоҷикон аст. устод айнӣ барои ёфтани баъзе аз нусхаҳои хаттии шоирони тоҷик басо рӯзҳо ки дар ба дару кӯча ба кӯча рафта то онро ёфтаву ба даст оварда ва дар натиҷа заминаи ҳозире барои танқиду таҳлилоти адабии тоҷикон омода намуда. майи соли 1926 Москав. Абулқосим Лоҳутӣ. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори ҳаштумро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамкул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.